دلم تنگه. سلام، من سپهرم. با قسمت سوم زیپورت همراه شما هستیم. مثل همیشه حواشی فوتبالی انقدر زیاده که شاید به قسمت امروز نرسه. یه نکته هم بهتون بگم که حتما چنل زی اسپورت رو فالو کنید. با مصاحبه‌های خیلی خفن و حواشی درجه یک همراه شما هستیم. خب حاشیه اول طبق معمول در مورد باشگاه استقلاله که نه بازیکن میخرن، نه مربی دارن، نه وضعیت مجتبی جباری معلومه، اما یک کارو مدیران این باشگاه خیلی خوب بلدن. اینکه موقعی که میخوان به یک مربی آفر بدن، مبلغ قرارداد رو توی این آفر مینویسن و آفر به جای اینکه یک پیشنهاد ساده و حالا رسمی باشه، تبدیل شده به یک قرارداد رسمی. فابیو کاریل سرمربی برزیلی که سابقه هر 6 ماه اخراج رو داره، زحمت کشیدن البته ایشون، نشسته بود داشت قهوهش رو میخورد تو برزیل و یک پیشنهادی براشون رسید با عدد 1.3 میلیون دلار و ایشون قهوه رو گذاشت کنار، گفت خب چه کاریه، سریع امضا زد. یعنی اصلا بدون اینکه قراردادو بخونه امضا زد و خیلی خودجوش ایشون یک پیشنهاد رو دریافت کرد که شد سرمربی تیم فوتبال استقلال. هیئت مدیره باشگاه استقلال مخالف ایشون هست، ولی چون آفر رو تبدیل کردن به قرارداد و سوتی دادن، الان اگر بخوام با فابیو کاریله فسخ بکنن باید یه غرامت خیلی سنگین بدن. تلویزیون اسپورت برزیل که خب اخبار رسمی و مهم و حاشیه‌ای مربوط به حالا مربی‌ها و بازیکن این کشور رو کار میکنه، روز گذشته با تعجب به این خبر پرداخت که فابیو کاریله‌ای که خب همینجوری پیاپی تو تیم‌های مختلف اخراج میشه قرار لژیونر بشه. یعنی به عنوان یه خبر عجیب به این موضوع پرداختن و تعجب کردن. استقلالی که خب قهرمان جام حذفی شده چرا رفته سرمربی برزیلی میخواد بیاره؟ اصلا طبق چه فلسفه‌ای؟ کاراکتر مربی مهمه، اصلا چه تاکتیکی ایشون داره که قراره بشه سرمربی استقلال؟ حالا هیئت مدیره استقلال به تکاپو افتادن، آقا چیکار کنیم؟ قرارداد این مربی رو فسخ بکنیم، بریم یه مربی دیگه بیاریم. آقای سیدورف هم گفته اصلا کی به این پیشنهاد داده؟ گزینه من اصلا فابیو کاریله نبوده. یعنی یه اختلاف عجیبی هم افتاده. اونورم که مجتبی جباری گفت من دیگه دستیار وای نمیستم، من فقط سرمربی کار میکنم. یعنی وضعیت هیچ کس معلوم نیست، فقط وضعیت آقای نظری جویباری معلومه که یه ویدئویی دادن بیرون، احتمالاً حالا نمیدونم چه جوری بگم ولی فکر کنم دلتنگ برادرشون هستن دیگه. یه ویدئویی دادن خیلی عجیبه، من خیلی سرچ کردم ببینم هوش مصنوعیه، بعد از چند نفر پرسیدم گفتن نه واقعیه، چون من تا حالا ندیده بودم یک مدیر عامل یه متنی رو بذاره جلوش و یه آهنگ معروفی هم خوند. خیلی از حالا مردم ایران با این آهنگ خاطره دارن، خوند از رو متن خود تبدیل شد به یک آهنگ نوستالژیک. برادر جان، دلم تنگه از این روزهای بی‌امید، از این شبگردی‌های خسته و مایوس، از این تکرار بیهوده. دلم خوش نیست. برادر جان نمیدونی چه دلتنگم. اما موضوع دوم عجیبتر از موضوع اوله که خب آقای مهدی تاج گفتن به دلیل اینکه کره شمالی 4-5 تا پرواز نداشته باشه بخواد به مشهد برسه ما بازی انداختیم تهران. ولی قبل از مسابقه خب نشست خبری برگزار میشه و مربی‌ها در مورد بازی و حالا سایر مسائل صحبت میکنن. سرمربی کره شمالی اصلا تیم کلا رسید مشهد و گفتن آقا شما مشهد چیکار میکنی؟ بازی افتاده ورزشگاه آزادی که کلا 14,000 نفر گنجایش داره. گفتن که به ما گفته بودن بازی تو مشهد، ما هم اومدیم، مثلا کسی به ما نگفته بود افتاده تهران. ولی آقای علی دهقانی که نماینده فدراسیون فوتبال هست یه مصاحبه‌ای رو انجام دادن و گفتن که ما کاملا در تماس با فدراسیون کره شمالی بودیم و اگر ما می‌خواستیم هزینه‌های اضافی پرواز این کشور رو بدیم حدود فکر کنم 150,000 دلار فدراسیون فوتبال متضرر میشد، فدراسیون فوتبال ایران، و ما زیر بار این موضوع نرفتیم، گفتیم بیاید تهران. خودشون رفتن مشهد. حالا کلا بنده خداها توی هواپیما و پرواز بودن و معلوم نیست دیگه حالا با چه کیفیتی میخوان مقابل تیم ملی ایران سفارایی بکنن. اینم یه موضوع عجیبی بود که البته دلیل اصلی که بازی تو مشهد برگزار نشد رو همه میدونیم. یکی این که خب اصلا مشخص نیست سازوکار یک
برگزاری مسابقه فوتبال تو شهر مشهد چیه، با کیه، چرا نمیذارن، اصلا چرا ورزشگاه امام رضا رو ساختید پس ورزشگاه 5 ستاره که کلا فوتبال برگزار نمیشه، اما سانسای استخر و بدنسازیش 24 ساعته فعاله، ولی خب فوتبال نباید برگزار شه به حالا هزاران دلیل که بارها در موردش صحبت شده. اینکه به ما اطلاع دادن که بازی قرار میشه برگزار بشه، موضوع بازی‌ها به هر دلیلی انتقال داده شد به تهران. خب تو هر چیزی پیشرفت نکردیم، قیمت بازیکن‌ها خدا رو شکر خیلی خوب رفته بالا و الان دیگه از بازیکن‌های ایرانی شاغل در لیگ امارات و قطر بازیکن‌ها بیشتر میگیرن. نمیگم بده یا خوبه ها، ولی یه بازیکن داریم که خود آقای زونوزی مالک باشگاه تراکتور افشا کرد که عارف آقاسی گفته برای 2 سال 5 میلیون دلار بدید. یعنی من الان اصلا شما خودتون برید سرچ بکنید تو لیگ بوندسلیگا 1 ها نه 2، بوندسلیگا 1 شما برید اصلا قرارداد بازیکن‌های یونیون برلین، تیم هرتا برلین، نمیدونم تیم ماینس، تیم حتی لورکوزن رو شما نگاه بکنید، بازیکن 5 میلیون دلاری شاید مثلا 2 تا بازیکن توی این 3-4 تا تیم کلا مثلا بالای 2 میلیون دلار قراردادشون باشه، ولی اینجا عارف آقاسی طبق گفته آقای زونوزی 5 میلیون دلار برای 2 فصل خواسته و همین موضوع باعث شد که باشگاه پرسپولیس کلا از جذب این بازیکن 30 ساله که خب فکر کنم 1-2 تا بازی ملی، یه دونه بازی ملی داره و 5 میلیون دلار خواسته، کلا منصرف شد. باشگاه پرسپولیس دیگه دنبال جذب عارف آقاسی نیست و روزهای گذشته مذاکراتی با باشگاه استقلال داشت که حالا همین چالش‌های قیمتی باعث شده که جذب این بازیکن برای استقلال هم با یک علامت سوال بزرگ همراه شه. هرچند من تصورم اینه که در نهایت این بازیکن به استقلال میره و حتی نمیتونه دیگه به تراکتور برگرده با این پیشنهاد عجیب غریبی که داده بود. از عارف آقاسی پرسیدن آقا این پیشنهاد 100 میلیارد تومانی که شما دادی راسته، صحت داره؟ بعد به مجری برنامه، به خبرنگاری که برای بچهای تبریز بود گفتش که چرا یه مدل عجیبی میگید 100 میلیارد، لباتو لوله کن ببین، بعد بگی 200 میلیون تومان. عارف آقاسی هم گفت این 100 میلیارد نگید، بگید 100 میلیارد. البته خب مبلغ کم شما با ما فرق میکنه، برای شما 100 میلیارد خیلی کمه، ولی برای ما و تقریبا 99% جامعه 100 میلیارد تومان یه عدد رویایی و حتی ماورایی محسوب میشه. برای شما خیلی کمه که با یه دونه بازی ملی 100 میلیارد تومان و بعضن طبق گفته مالک باشگاه تراکتور 5 میلیون دلار طلب میکنید. خروجیش چیه؟ داریم میبینیم خروجیشو. یه شایعه هم مطرح شده که باعث نگرانی هواداران پرسپولیس شد. موضوع از این قراره که رسانه‌های ترکیه‌ای و هواداران فنرباغچه در توییتر هشتگ راه اندازی کردن، چون ترکیه‌ای هم مثل ما ایرانی خیلی هشتگ زنن، خیلی اهل سوشال مدیا و واقعا براشون مهمه، فعالیت زیادی هم دارن، مبنی بر این که خواستار بازگشت آقای کارتال به فنرباغچه شدن و هواداران فنر معتقدن که خب آقای ژوزه مورینیو اونطور که باید نتایج درخوری نگرفته، کارتال برگرده. کارتال با 99 امتیاز فصل گذشته با فنرباغچه نایب قهرمان شد. چرا؟ چون گالاتاسرای 101 امتیاز گرفت و این بالاترین امتیاز یک تیم نایب قهرمانه. اما یه موضوعی رخ داد روز گذشته که میتونه هواداران پرسپولیس رو خیالشون رو راحت کنه. چی بوده؟ مدیر عامل باشگاه فنرباغچه که خب یکی از پولدارهای متمولهای کشور ترکیه هست، نمیگم مافیا، یه جلسه رو با آقای مورینیو در لندن برگزار میکنه و برنامه این مربی رو برای فصل آینده درخواست میکنه که آقا برنامه‌تو بده ببینیم چی میخوای، چه بازیکنی میخوای، به تیم‌های پایه‌ام بیشتر توجه کن. و همین جلسه تو لندن باعث میشه که تقریبا هوادار پرسپولیس مطمئن بشن که ژوزه مورینیو فصل آینده سرمربی فنرباغچه هست و آقای کارتال برمیگرده. همین جلسه توی لندن باعث میشه که هواداران پرسپولیس خیالشون راحت بشه که آقای کارتال برمیگرده و ژوزه مورینیو در فنرباغچه میمونه. شاید این خاورمیانه خصوصیتشه که اتفاقی بیفته که ما باورمون نمیشه. هیچ وقت کسی فکر نمیکرد که مربیگری ژوزه مورینیو پیوند بخوره به آینده باشگاه پرسپولیس، ولی الان این اتفاق افتاد.